خبرهای توجیکستان و جهان را در برنامه اخباری آزادی من شعله گلخوجه تقدیم میکنم. سلام بینندگان گرامی، امروز 3 انور در برنامه این گزارش ها را داریم. خدمات علاقه توجیکستان میگوید از پی بهتر کردن صفت اینترنت و تغییر در طرفهای آن شدند. ما در نظر داریم همه اینترنت موبیلی که سطح و صفتش سست است. روزنامه‌نگاران در نشست خبری در وزارت انرژتیک توجیکستان از لیمیت و مشکلات برق صحبت کردند و وزیر از تولید رکوردی نیروی برق گفت. تولید برق زیاده از 21 میلیارد کیلووات ساعت، قریب 21 میلیارد کیلووات ساعت تشکیل دارد. و ضرردیدگان مناقشه اخیر مرزی در اصفهان میگویند وقتی از مقامات کمک کافی دریافت نکردند مجبور از پول مهاجران ساختمان خانه ها را شروع نمودند. خیر رفت sol sos gardonun titkerim amaskon ساختم. خدمات علاقه توجیکستان اعتراف کرد که سطح و صفت اینترنت در کشور سست است. این اعتراف امروز در نشست خبری نهاد مذکور و بعد از یک انتقاد شدید پرزیدنت امالی رحمان صدا داد که گفت وضع قانع کننده نیست. نگرانی ها از نرخ بلند و صفت پست اینترنت در توجیکستان بارها از زبان ساکنان و کارشناسان صدا داده است. مشتریان و تحلیلگران به تغییرات جدی در این زمینه چندان باور ندارند. سروینوزی روح الله و نگاره فضل‌الدین موضوع را پیگیری کردند. در حقیقت سیستم علاقه موبیلی ما در نظر داریم همه اینترنت موبیلی که سطح و صفتش سست است. این اعتراف خدمات علاقه پس از انتقاد شدید پرزیدنت امامعلی رحمان در یک هفته پیش صدا داد که از این نهاد خواست نرخ اینترنت ارزان و سرعتش بلند شود. مسئولین خدمات در حضور خبرنگاران گفتند بعد از دستور رئیس جمهور ستاد تأسیس شده مسئله نرخ و سرعت اینترنت را بررسی دارند. این در حالی است که رهبران خدمات در گذشته سرعت و صفت اینترنت را در کشور خوب و درست می‌شمردند و کمبودی ها را به عامل‌های دیگر از جمله کوه، بلوتوث و غیره ربط می‌دادند. ما همین شب و روز متخصصان ساحه علاقه برقی، متخصصان شرکت‌های موبیلی، پیش از همه موبیلی وظیفه دارند که شماره مجموعه ایستگاه‌های بازاری، یعنی که پایگاه‌های بازاری که مشتری شهروند را با سیستم اینترنت موبیلی پیوست میکنند هر چیز زیاد کنیم. هفته گذشته پرزیدنت از خدمات علاقه طلب کرد همه منطقه ها و مخصوصا ناحیه های دوردست با اینترنت بلند سرعت تامین کرده شوند. روز 30 ینور بکس صبور رئیس خدمات علاقه هم در نشست خبری حضور نداشت و به گفته کارمندش در یک سفر خدمتی در مرغاب ولایت مختار کوهستانی بدخشان است. در ماه دکبر سال گذشته نیز برای پایین آوردن نرخ و بالا بردن سرعت اینترنت در توجیکستان دستور شده بود، اما ظاهرا مشکل حل نشد. خدمات علاقه این دفعه نیز دقیق نگفت، اما وعده داد برای بالا بردن سرعت اینترنت و پست کردن نرخ آن در کشور تلاش دارند. درباره نرخ و نوای اینترنت کارهای هم اقتصادی، هم سیاسی، هم تکنولوژی با خدمات ها با کارمندان مقامات های مربوطه کشور برای مانده شده است. نگرانی ها از نرخ بلند و صفت پست اینترنت در توجیکستان بارها از زبان ساکنان و کارشناسان صدا داده است. مشتریان اینترنت در توجیکستان به تغییر یافتن وضع چندان باور ندارند. در عصر 21 زندگی میکنیم با اینترنت. بدون اینترنت ما تصور کردن نمیتونیم. برای ما معلومات ها مهم است و ما کسب ما بسیار همین چیز رو با طلب میکند که اینترنت به ما خیلی ضرور است. У нас никаких проблем ни с кем нет соседями. بازار اینترنت از سال 2018 زیر نظر شرکت دولتی توجیک تلکوم است. پیشتر شرکت‌های اینترنت رسان توجیکستان حق داشتند مستقلانه از خارج اینترنت بگیرند. با یک تصمیم بحث برانگیز خدمات علاقه آنها وظیفه دار شدند اینترنت را تنها از اداره دولتی توجیک تلکوم بخرند. طبق اطلاع رسمی تعداد مشتریان اینترنت در توجیکستان به 4.3 میلیون نفر رسیده است. شما را مسنجر حساب میشوید. سال گذشته در توجیکستان بیش از 21 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید شده است که به گفته وزیر انرژتیک رکوردی است. ولی ساکنان در منطقه تا حال از لیمیت شکایت دارند و میگویند شبانه برقشان خاموش می شود. کمبود برق یک موضوع اساسی در نشست خبری وزارت انرژی بود که امروز در شهر دوشنبه برگزار شد. مولا رجب یوسفی و شهلای عبدالله در این نشست شرکت کرده این گزارش را آماده نمودند.
بحث قطع نیروی برق در تاجیکستان، خبرنگاران در این نشست تلاش کردند به سؤالهای خود در این باره از وزیر انرژتیک پاسخ گیرند. شب با وجود دستور رئیس جمهور درباره تامینات برق، تامینات کره برق و ساکنان، تا حال ساکنان منطقه در تاجیکستان شبانه از برق محرومند. مشکل اساسی تامین برق چیست؟ پاسخ وزیر دلیر جمعه به این پرسش خبرنگار ناروشن بود. وزیر تلاش کرد از کار نظام انرژتیکی کشور در روزهای سرد توصیف کند. یک چیز گفتنم در کار است که در همین سال یکمین بار در تاریخ اگر ما سال 2022 گوییم تولید برق زیاده از 21 میلیارد کیلووات ساعت قریب 21 میلیارد کیلووات ساعت تشکیل داد که این بالاترین نشان داد در تاریخ سایه الکتروانرژتیک می باشد. لیکن اگر ما درباره خنکی ها گپ زنیم استعمال شبانه روزی 81 میلیون کیلووات ساعت را تشکیل داد که این نشان داد دم بالاترینه که ما در 10 سالهای آخر عموما در تاریخ سایه الکتروانرژتیک و دلیر جمعه در شرح قطع انتقال برق صدمه ها را هم ذکر کرد، ولی نگفت که در روزهای سردی در کشور چقدر صدمه ها ثبت شده است. پاسخهای وزیر انرژتیک درباره تامین برق خبرنگاران را قانع نکرد. سوال مشخصی من این است که آیا سوء مدیریت یا مدیریت نامؤثری فروش برق و فساد مالی در عرصه فروش برق ممکن است که از جمله عامل‌های باشد که روی این مسئله تاثیر گذاشته؟ روز 11 ینور تاجیکستان را سردی‌های شدید فرا گرفت و شرکت برق تاجیک اعلان کرد که با دستور رئیس جمهور محدودیت برق از میان برداشته شد، ولی ساکنان گفتند که فقط 10 روز به محدودیت برق گرفتند. به گفته ساکنان از ساعت 10 شب تا 5 صبح انتقال برق به منزلشان قطع می شود. حکومت تاجیکستان رسیدن به استقلالیت انرژتیکی را یکی از 4 هدف استراتژی خود اعلام کرده است. با وجود بنیاد 10 نیروگاه‌ها، ساکنان تا حال در فصل‌های تیر ماه و زمستان از نرسیدن برق شکایت می‌کنند. مولا رجب یوسفی شهلای عبدالله، آزادی دوشنبه. گزارش همکاران ما بود و اما اگر شما نیز بینندگان عزیز اوید مشکلات برق گفتنی دارید بر رقم‌های ما در شبکه‌های اجتماعی نویسید. با ادامه جنگ روسیه در اوکراین از این کشور قصه‌های ترسناکی درباره تقدیر انسان‌های بیگناه بیرون می‌آید. قصه نادیا یریشنکا یکی از طیبان اوکراینی از آنهاست که بین یک انتخاب سخت مانده بود: انتخاب نجات بیماری روی کت جراحی و یا نجات پسر 12 سالش که زیر بینای نیمه ویرانه استقامت ماند. حادثه روز 12 ینور در شهر دنیپر رخ داد و نادیا هر وقت یاد آن روز میکند اشک از چشمانش به اختیار جاری می شود. همکارم طاهری سفر گزارش میدهد. پسرش را نجات دهد یا بیمار را، انتخابی سخت و دردناک یک مادر. نادیا یرشنکو طبیب انستزیولوگ و یا مدهوش کننده است. وقتی جراحی سری بالین بیماری بود که خانه‌اش در دنیپر در نتیجه ضربه هوایی نیروهای روسیه ویران شد. پسرش هم در خانه تنها بود. من در آشپزخانه در آنجا می نشستم که خانه فرو رفت. فقط یک جرقه سخت یادم هست و شیشه پاره ها بر رویم پریدند. دود و خاکی زیاد بود. در اولین دقیقه های فوجیه او به من زنگ زد. داد میزد که شیشه ها ریخت و درها شکست و او از دود زیاد چیزی را نمی بیند. حتی نفس گرفته نمی تواند. نادیا میگوید انتخاب بین ماندن با بیمار و شتافتن برای نجات فرزند بسیار جانگداز بود. در همین لحظه با او مربی گوشتی پسرش زنگ زد. من میدانستم که روستیسلاو آنجاست. نمیدانستم چگونه او را بیرون بیارم. از پیشتاق تیرزه و پنجره آن داشته بالا رفتم. وقتی مادر و کودک را آنجا دیدم دیگر نمیتوانستم آنها را گذاشته بالا روم. یوری به مادر و فرزندی درمانده‌اش کمک کرده، سپس برای یافتن روستیسلاو برگشته است. یادم هست که روستیسلاو به سمت زینه پایه ها می‌خزید. دیوارها چپه شده بود و جای خالی در بین مانده بود و من روستیسلاو را از آنجا بیرون کشیدم. نادیا میگوید ضربه های هوایی روسیه نه تنها خانه ها را نابود کرد بلکه تقدیر انسان ها را سوخت.
نه تنها خانه ویران شد، زندگی از دست رفت، تقدیرها نابود شد. من تا حال این رو فهمیده و درک کرده نمیتوانم. نادیا و رستیسلاو حالا در خانه دوستانشان زندگی میکنند و میگویند که شهر دنیپر را ترک کردنی نیستند. برمیگردیم به توجیکستان. دقیقاً یک سال پیش بعد مناقشه سرحدی بین توجیکستان و قرقیزستان چندین خانه و انشاءات تخریب شده بود. دهها کس از دو جانب زخمی گردیده و چند نفر به هلاکت رسیدند. مقامات دو کشور بعد تحقیق حادثه گفتند که زیان رسیده را برطرف خواهند کرد و به پیوندان کشته شدگان یاری خواهند داد. ولی آن ساکنان اسفاره که خانه‌هایشان تخریب شده بود میگویند از مقامات کمک کافی دریافت نکردند. فرزان محمدی به خانه ضرر دیدگان رفت و با آنها صحبت کرد. در مناقشه مرزی شب 27 به 28 ینوری سال 2022 چندین خانه‌های ساکنان جماعت سرخ و چارکوه شهر اسفره مورد حمله قرار گرفته و تخریب گردیدند. مقامات هرچند رسما زیان رسیده را اعلام نکردند ولی گفته بودند که حدود 30 حوله در این جماعت‌ها ضرر دیدند. حالا صاحبان آن میگویند با گذشت یک سال هنوز هم برای ساختمان خانه‌هایشان از مسئولان دولتی کمک دریافت نکردند. حکومت برفتیم حکومت اکنون ما با خواست کردن که ما کای بچه شهر ما توکر میتونیم گفت من اولی هم بچه نه ما خودم اکن بارون اینجا چکیده استود وای کردیم ده تعمیر کردیم این درو نبوده این درو همش لخ قبلا هم رادیو آزادی برای دریافت نکردن جبران ضرر دیدگان این حادثه گزارش تهیه کرده بود و تا حال ساکنان در جواب از مقامات نامه انتظاری میگیرند. ضرر دیدگان میگویند مجبور شدند با پول از مهاجرت مهنتی آوردهشان ساختمان خانه را شروع کنند اما تا آخر رسانیده نتوانستند. دولت گفت استون نرسیدون ما استودیم خیلی که به شیفر رو لخ شده بود نبارد برف و بارون زده چی خونه درست هم راست فوش همه خیلی شد یک تای سوخته که بود کو و استودیم نرسیدون گفت خیر رفت سول سوس گاردوندیم تیت کریم منه در این مناقشه از طرف تاجیکستان 2 کس کشته شده از هر دو جانب بیش از 20 کس زخمی گردیده بودند. عبداللطیف شریپوف 62 ساله راننده یاری تجلی بیمارخانه مرکزی شهر اسفره هنگام نجات غیر نظامیان دهه خواجه علا از ضربه گلوله به هلاکت رسیده بود. پیوندان عبداللطیف شریپوف میگویند هنوز هم وعده های جبران مقامات را پورا دریافت نکردند. بعد یک گزارش رادیو آزادی مقامات محلی قسمی از کمک را به پیوندانشان رساندند. این مسئله تا مرقبه چند بار من شما به وایکریتان شما بگفتیم رئیس شهر بگفتیم اکو گفتساز نه حالی وینی تایینی. در چند سال اخیر بر اثر مناقشه در مرز تاجیکستان و قرقیزستان دهها نفر کشته و زخمی و ساکنان بی خانه و جای شدند. دوشنبه و بیشکک تا حال نتوانستند مرز خود را پوره معین و علامت گذاری کنند. دو طرف همیشه یکدیگر را به شروع درگیری متهم میکنند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر اسفره. در یک حمله مرگطلبانه در مسجد در پشاور پاکستان کمش 25 کس کشته و 120 نفر زخمی شدند. حادثه روز 30 ینور هنگام نماز پیشین رخ داد. شاهدان عینی به رادیوی مشعل بخش پاکستانی رادیو آزادی گفتند مرگطلبان در صف اولین نمازگزاران و در پس امام ایستاده بودند. یک افسر پلیس گفت دهها زخمی را به بیمارستان بردند. احوال چندی از آنها بد گفته می شود و احتمال تعداد قربانیان افزایش یابد. شخص یا گروه مسئولیت ترکش را بر دوش نگرفته است. در گذشته طالبان پاکستان که به نام تحریک طالبان می باشند مسئولیت حمله های به همین مانند را بر عهده گرفته بودند. بینندگان عزیز برنامه به پایان رسید ولی نشر خبرها با عکس و ویدیو هر ساعت در وبسایت ozodi.org و در صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، توییتر و تیک تاک و تلگرام و ادناکلاسنیکی ادامه دارد. اگر شما هم خبری دارید و میخواهید با ما در میان گذارید راه فرستادن شماره تلفنی ما در وبسایتمان هست. تا ملاقات بعدی خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.